چی نداره چی؟ من آدم نمیشتم چی نکنه بگو چی بگی؟ نه خلاص که در اون جاگه برای چی خطی وای مردن در اون جاگه نه ببین السلام علیکم. من مخلص شما. مادرم را در راه زنا قپیدم. با مرد بیگانه به او میگویم این کارا نکن. مادرم میگوید که من تو را دعای بد میکنم، به من گپ نزن. در حق من داملوی محترم از شما خواهش میکنم به همین گونه زنها یک نصیحت کنید. مادرم صاحب 9 نبیره است. مادر 9 نبیره دارد لیکن دست به زنا میزند. جوانان میبینند داملا فلانی زنه که میدانی پولدار و بعض کثافت فرزندایی که هستند جوان هستند به خاطر پول علمون زنها استفاده برسودیم. مخصوصا در بین تاکسیستا هستیم. خفه نشیدتان برادرایی که هست در بین شما. من خبر دارم، من معلومات دارم. یا بار نگاه میرد بیوزن، یا بار بی پول میبرد، دیگه بی پول میبرد و ای بیچاره مجبور سیم پول میگیرد به استفاده برسوده است. از مکافات عمل غافل مباش. گندم از گندم بروید جوز جو. زنی مردم بیوه شد استفاده بردی، فقط تو بدبخت میموری. زن تا استفاده میبرن، فقط دختری تا استفاده میبرن. 80 ساله ریشات سفید شرمنده میشه. از خدا ترس برادر عزیز. مادر نگاه کن، از زنی غر بروید دان که استازش غر است. این 9 نبیره داشته باشد، این تخمینا یک 55-60 ساله هست این زن. من مراجعت میکنم به همون فرزنده که در من سوال نویس. مادرت به شوهر باشه، برکن مادرت شوهر بته، ممکن ایسو به شوهرش همین کارا میکنه. لیکن اگر شوهر داشته باشد همین کارا کرده باشد، این باری بدبخت خیانتکار نیست. صاحب نویره تو این کارا کنی، این جای بدبختی برادر عزیز گرامی. امروز برای چی سعدی، برای چی حافظ، برای چی بدیل تولد نمیشد؟ برای که مادرای اونها کارخانه به یک کس کارگر بود. امروز بعض کارخانه های ما مادر و منزله کارخانه است، کارگر 3-4 تا شد، بعدا انمی خیلی پلید فرزنده تولد میشن. بعدا حافظ سعدی شیرازی تولد نمیشن. ای مردم، یه بار فکر کن، زنی که 9 نیوره داره زنا کرد شده است. من توصیه نمیتونم برادر عزیز گرامی که این مادر تا زنی یا از خانه پیش کنی. فقط یگانه را اگر که همین نوارا خدا خدمت اول در شبکه ها پردم به گوش مادر ما رسد، من میدونم که این دادر ما مراجعت کرده، جرأت کرده به مادر گفتن نمیتونه، لیکن من جرأت میکنم گپ بزنم مادر عزیز. کسانی که گیم که همین مادرایی که کسی که در همین راه هست، آواز من به شبکه ها به واسطه به شما میرسد، یا چی خوش میکنم. خدا که فرزندت اهل مسجد بود است، این سوال به من داد، از من مصلحت میپرسد. اگر اهل مسجد نمیشد، عرقور زیناکار میشد، تیا میکشت برادر مادر عزیز. از خانه پیش میکرد، به آبرو میکرد. لیکن ایمان دارد، داملا چیکار کنیم؟ شمس‌الدین ذهبی در کتاب کبایر در باب زنا میبیارد. در بعضی اخبارها آمده است که کدام زنی که زنا میکند اگر شوهر داشته باشد، زنی که شوهر دارد زنا میکند، اگر شوهرش خبر ندارد، همین مرد بیگانه به همین زنی شوهردار زنا کرد، اگر که 1.5 میلیارد مسلمان باشد، 750 میلیون گناه همین مردم در گردن همین مرد و زن نوشته میشن. ثواب همین مرد و زن زناکار اگر شوهرش خبردار نباشد، در راستی باشد زنک خیانت کنه، شوهر خبردار نیست، گناه ثواب همین مرد زن اون جوان مرد ثواب هم ندارد. ثواب هم نمیگیرد، در گردن شوهر این میمانند
گناههای شوهری نمیگیرن در گردن اما دو بدبخت زن که زناکار بار میکنن مردا که جنت میبرن دو این دوزخ میرن. لیکن اگر و این علم و سکت، اگر مردک دانست که زنش زناکار رو خب کرد این مردک هم جنت نمیره. در همین شهر ترسان زاده دو جوان نشینن کوارتر میدارن یادش پول میتن میگه راو دو تا عروس بیار، دو زناکار دو فاحشه بیار. خدا در خانه عرق زدگی موزیک و ماندگی گرم درک شده میشه. دو دخترک میدارن بچه هم میدارن، این بچه در خانه اشتگی نگاه میکنه دستش خواهری خودش در میدارد خواهری خودش میگه هازی من میبیم برادر همه خیلی برام داره. من توصیه میتونم همین برادر عزیز دادرامونه که مادرت اخوانیت پیش نکن و صاحبهم فی دنیا معروف. الله میگه مادرت کافر هم باشد خدمت مادرت کن. اسماء دختر ابوبکر صدیق میگه مادرم نزد من آمد گفت که پیغمبر میگه که اسماء پیش پیغمبر آمد، پیغمبر گفت که پیغمبر نازنین مادر من کافر است نزد من آمده است. مادرم در خانه جاتیم رو آمد کنم نکنم گفت که سیل امکی که مادرت رو آمد کن. برادر از گرامی دعا کن در حق مادرت، لیکن سخنی پس بلند نگو، دعای بد نکن برادر از گرامی. فقط نماز بعد نماز دعا میکنی که خداوند مادر شما یوسف